یه کاری بکنیم که این دوران رو سپری کنیم. یه حرکت از استون اورونوف و دیدین دون ملیپوش گابونی به عنوان یک هافبک دفاعی و استون اورونوف به عنوان یک هافبک تهاجمی در کنار بر سر توپ با هم بودن. کم کم شرایط گلگلی غذا طوری شده فرشاد میگه دوستمان میخواد به بازی بیاد پشت سرش دیدیم. غذا بخوری بچه ها، غذا کوکور بیاید بخوره، کم خورده تو خونه، همین نیم ساعت پیش داشته کلی غذا میخورده. الان غذاشو بیارید بیارید من بخورم غذاشو. وای دیدی چی شد؟ غذای کوکور بیاید بخوریم. ای خدا خوش